حين ولد نقيا صافيا. سلام الله علیکم برادر گرامی، بفرمایید. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم خدمتتون در راستای این روزها پلاکارت های مختلفی که در مدح و عبودیت علی و این ایام تولد و مقاله نوشتم که بفرمایید. تحمل هم کنید. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، الله متعال میفرماید افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. آیا کسی که با صورتی سرنگون شده و چپکی راه برود هدایت یافته است، یا کسی که با صورتی صاف و صراط المستقیمی راه برود؟ روی سخن با روشندلان بیداردلانی است که خفتگی دل و مرد دلی را کنار گذاشتند و جویای حقیقتند. پیش در این روزها دقت کرده اید پلاکارت های گوناگون با خرج های میلیاردی که در عرض و فرع خیابان ها نصب کرده اند، من جمله ولادت شیر خدا مولود کعبه، علی قسیم الجنة و النار، علی امین الامه، فقط حیدر امیر المؤمنین است، لا فتا الا علی و غیره. تولد شخصی را میگیرید که قرنها پیش مرده و جسدش ضمیمه خاک شده، جشن تولد برای یک مرده. تصور کنید پلاکاردی با این مضمون نوشته شود: تولد 1340 سال شهادت حضرت علی مبارک باد. بی‌ثباتی و مهزله این موضوع را به همان بیداردلان مقدمه می سپارم. مثل همان آزادی قدسشان می ماند. سالهاست و شعار آزادی قدس سر می دهند، لکن خودشان زندانهای متعددی به نام قدس دارند. از این ور شعار آزادی قدس سر می دهند، از اون ور حبسش می کنند. وجه نازیبایی از حبس و تعذیب و انفرادی، آن هم به نام قدس. واقعا که من نمیدانم در این بین چه کسی شما را به مبارزه علی شناسی دعوت کرده که شما علی گویان جار علیونا را میزنید، گوش دنیا را با شعارهایی کر کرده اید که خودتان پایبند آنها نیستید. و اصولا کی به شما گفته که علی شیعه بود؟ آیا معقول است که علی رضی الله عنه در زمان حیات پیامبر شاخه ای از مسلمانان را تقسیم بندی کرده آنها را شیعه خود بداند؟ آیا این کار رضایت پیامبر را به دنبال خواهد داشت؟ آیا پیامبر این انشقاق امت اسلامی به دو دستگی را برخواهد تابید؟ محض اطلاع شما جاهلان بگویم که نه تنها علی شیعه نبود، بل حتی امام حسن و حسین و سجاد و باقر و صادق و موسی کاظم و امام رضا رضی الله عنهم اجمعین همگی سنی بودند. قسم به ذات احد الهی اگر شیعه ثابت کند اینها شمه ای از تشیع داشتن، من شیعه خواهم شد. والله من شما را به یک تحدی دعوت می کنم که این حضرات در طول زندگی نه تنها شیعه نبودند، بل حتی هیچ کدام نه زن به شیعه دادند، نه از شیعه زن خواستگاری کردند. آخر شما تأسیس شده های 400 ساله، آن هم به زور شمشیر، دم از چه میزنید؟ آخر شما ساخت و سازهای دوره منکوب صفوی فیگور چه میگیرید؟ والله علی از شما جداست. حسن و حسین چهرهایتان را بر نمیتابند. قسم به ذات احد الله جل و علا علی و اولادش سنی بودند. ای خرافه گویان تاریخ، گزافه سرایان بی شرم و حیا، شما باید بزله و طنز داستان سرایان شوید، چرا که هر کجا گفتاری از شما به میان بیاید دیگران قاه قاه به این حماقت و کوته فکری میخندند. همه به هم میگویند آیا واقعا مذهبی به اسم تشیع در میان بشریت وجود دارد؟ آیا مذهبی این چنین خرافی، ساختگی و دروغین وجود خارجی دارد؟ آیا همچین مذهب بی اساسی تابع و پیرو دارد، تا جایی که حتی بعضی از شیعیان مذهب تشیع را به تمسخر میگیرند؟ خودتان برای خودتان تابع و پیرو میتراشید. خودتان تابع خودتان هستید و نسل و نژادتان که دست پرورده تفکر غلط شماست، مگر آنهایی که بزرگ میشوند و با کشف اراجیف
اراجیفتان دست از مذهب باطلتان برمیدارند. علی قسیم الجنة و النار است. پس تکلیف آیه شریفه ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم چی شود؟ علی خود را به نزد خود می آورد، آنگاه حسابرس خودش خواهد بود. از خودتان خجالت نمی کشید؟ این تقسیم بندی را از کجا یاد گرفته اید؟ پس آیات یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه تدخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تکلیفش چه می شود؟ وقتی مخاطب نفس انسان است، پس علی نفسش را مخاطب قرار می دهد و جواز ورود بهشت خودش را صادر می کند. پس این نفس که الی ربک رجعت داده می شود و علی حسابرسش هست، پس علی نفسش را به خودش برمیگرداند، یعنی علی خداست. اگر این شرک نیست، شما بفرمایید شرک چند تا نقطه دارد؟ اگر غیر از این است توضیح دیگری شما بفرمایید. ای نادانها، راه برون رفت از این معضل را حتی با شیطنت قادر به پاسخگویی نیستید، چرا که دستتان رو شده و ترفندهای ابلیسی شما برای همه عیان شده است. اما تعجب آور این که دریغ از ذره شرم و حیا. خدا وکیلی شما میدانید شرم چیست؟ حیا چطور نوشته می شود؟ لا فتا الا علی لا سیف الا ذو الفقار، یعنی هیچ جوان با فتوتی نیست جز علی و هیچ شمشیر بران جز ذو الفقار. باشه بابا جان، اگر هم با شما متفق شویم، پس صهیبها، سعدها، خالدها، عمرها، ابوبکرها، عثمانها جوانیشان را کجا صرف کردند؟ مگر اینها فتاهای زمان خود نبودند؟ پس این جوانی را به پای رسالت پیامبر مکرم به پیری نگذراندند. پس چه شد سیف خالد، آن شمشیر برانی که از جانب پیامبر مکرم سیف مسلول اسلام نام گرفت؟ چه کسی قادر است این ستارگان منور صدر اسلام را بر دیگری ترجیح دهد؟ همه آنها تلاش کردند، جان دادند، مال دادند، زندگی هدیه کردند تا اسلام بارور شود، تا شجره طیبه اسلام شکوفا شود. اما شما ترسوهای بزدل رافضی از حقیقت می ترسید، لذا چیز دیگر می گویید. فقط علی، علی و ما ادراک ما علی. در علو شخصیت علی ما هم هیچ شکی نداریم، اما الله متعال که از ما و شما داناتر است، خب یک سوره به اسم علی نازل میکرد و این فتنه خود به خود خاموش میشد. یک بیسوادی دیگه این که با نام آوردن اسم شریف پیامبر میگویید صلوات و پیروانتان را به درخواست کردن از الله متعال بر درود فرستادن بر پیامبر تشویق میکنید. یعنی آن چیزی که الله متعال امر کرده دوباره به خود خدا حواله میکنید. یعنی الله متعال که میفرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، یعنی خدا و ملائکه‌اش بر پیامبر سلام میفرستند. ای ایمان آورندگان، شما هم سلام و درود بفرستید. ملای شیعه بالای منبر با این تصور که با این کار اجر و ثوابی حاصل خواهد کرد، به حاضری میگوید صلوات بفرستید. لذا جمعیت یک صدا و بلند با این تصور که هر چی صدا بلندتر باشد ثوابش بیشتر است، میگویند اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی خدایا بر محمد و آلش درود فرست. اینجا الله متعال میفرماید که الله و ملائکه‌اش بر پیامبر درود میفرستند. ان الله و ملائکته یصلون، پس شما هم درود بفرستید. شما این قاعده را به رب العالمین برگشت میدهید، میگویید اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست. بابا الله متعال میگوید آنگونه که من و ملائکه درود میفرستیم شما درود بفرستید. شما میگویید نه خدایا خودت صلوات بفرست. اما سنی چه زیبا میگوید صلی و سلم، یعنی سلام و صلوات میفرستم بر پیامبر مکرم و خاندان جلیلش. یاد بگیرید شریعت صحیح اسلامی را. و اما آیا این پندارهای پارسنگی درمان خواهد شد؟ آیا تا زمانی که اینها هستند اسلام روی خوشبختی را خواهد دید؟ آیا این رازهای پشت پرده روزی بر ملأ خواهد شد؟ اگر این شبکه‌های توحیدی 5 سال پیش بودند، قطعا این خوناشامان پیشتر از این به سزای اعمالشان میرسیدند. به امید آن روز دست دعا میگیریم که دعا
کلید گشایش است، همان گونه که الله متعال می‌فرماید ادعونی استجب لکم. از دعا می‌کنیم که